چیکار داریم؟ فقط بیا سوار مسیر ما بشیم. بیاین با با خط بین شهری و بعد همه چی بر کنی بری ها. من کارتم باید بزنیم. ها؟ من کارتم باید بزنیم. فقط من کارت میخواه برداری، هیچ چی دیگه نمیخواه برداری. فقط نگاه ورودی این دوره فقط چیزه، یک من کارت میزنی، من کارت هم برمیداری. تازه همون من کارت هم برمیداری بعدش. دستم میکنم زیر این نقطه اتصال توش. نقطه اتصال این با میگه چی؟ آفرین، اینجا نقطه اتصال و ارتکاب من و توست. ارتکاب هم ممکن اتفاق بیفته، مرتکب بشی طرف. برای همین میتونم اون گولر میگم که با او سه تا محشور بشن ما همه ما یه گروهی مثلا شاید شامل 45 نفر بشه، شاید هم بیشتر 145 نفر. همین 145 نفر. بعد اصلا کلا تمام قانونا رو همین 45 میتونه ببری زیر سوال. الان قانون 45 قانون اساسی کجا میگه